سلام و درود می‌سازم دوستان عزیز. این زمان ما در شهر سرافشان قرار داریم. با سهم شما یک خبر خوش را رسانیدیم. دوستان عزیز، چقدر که با مگان معلوم است هفته پیش با دستگیری شخصان خیرخواه و دستکشا، خاصتا با دستگیری یک اکای حاجی از جماعت دهات واروخ که نخواستند نامشان را افشا کرده باشند، بیمار از جماعت شهرکی شهر اسفره سلیم قاسم جان را در مرکز تشخیصی و طبابتی شفای کامل شهر استرافشان جراحی کرده بودیم. اینک بعد از یک هفته یعنی امروز بیمار کاملا صحت یافته و شهر اسفره راحت گرفتند. برای دیدار بینی و گرفتن بیمار آمدیم. دوستان عزیز، من میnnتداری تمام اعضایان و والنتیران تشکیلات جمعیتی آرمان دلها را با آن نفرانی که حتی یک سامان خیر نمودند رسانیده‌ام. دوستان عزیز، خیلی که میبینید ما دست جمعانه یک کار بزرگی را به سامان رسانیدیم، چون با واسطه یک سامان، 10 سامان، 100 سامان آنهایی که تا حد امکان کمک کردن یک بیمار شفا یافت، درست شد، یعنی پایهایش دیگر او را عذاب نمیدهد. یک کار بزرگ و خوبی را به انجام رسانیدیم. بیاید دوستان عزیز نسبت یکدیگر مهربان باشیم، یکدیگر را دوست داریم و تا حد امکان به یکدیگر کمک رسانیم، چون اگر ما نیکبین باشیم دنیا به ما آسانتر و زیباتر میگرداند. دوستان عزیز، خداوند کریم خیر و سخاوت شما را بر یا به درگاهش قبول بفرماید. همیشه شما را در پناه عصمت صحت و سلامت و سربلند و نکونام نگه بدارد. اله دولتتان دهچند و صدچند گردد و به کل آرزو و آرمان های نیکتان برساند. داخل مرکز تشخیصی و طبابتی شفای کامل شهری سرافشان میگردیم. بگذار همیشه مثل همین روزها باران وارد ایستاده، قلبا پر مونده. همون پر رحمت می‌ندون ماشون تقریبا رحمت هم میشه رحمت شورت زدن 앞치 아니? 앞치. من این کارکنی نایبا انشاءالله برو کمتر باشم دولت نمیگیرم برو نقش دوقلی من هر یک نمازم رو میکنم. سلام و درود دوستان عزیز. اینک ما در شهر سرافشان در مرکز تشخیصی و طبابتی شفای کامل قرار داریم. یادآور باید شد که یک هفته پیش بیمار سلیم قاسم جان از شهر اسفره در همین بارگاه از طریق طبیبان و جراحان بهترین همین بارگاه عملیات جراحی شده بودند و امروز طبق خلاصه طبیبان بیمار راحت به خانه‌شان جواب داده می شود و ما از نام تشکیلات جمعیتی آرمان دلها، از نام کل شما دوستان عزیز اظهار سپاس را به طبیبان و کارمندان همین مرکز بیان می‌نماییم و با اجازه شما متن همین سپاسنامه تشکیلات را پیشنهاد می‌نماییم و کلکتیو طبیبان و کارمندان جمعیتی دارای مسئولیتش مکتوب مرکز طبابتی و تشخیصی شفای کامل ماموریت آزاران و اختیاران تشکیلات جمعیتی آرمان دلها با حس خوشنودی و سرفرازی برای سهم ارزنده و دستگیری و غمخواری همه‌جانبه شما نسبت اقدام‌های نیک تشکیلات از جمله جهت رساندن کامل عملی برای گذراندن عملیات جراحی سلیم قاسم جان و شما عرض سپاس می‌نماید. بگذار دعای نیک نیازمندان شما را همیشه نگهبان باشد. در گلستان نه بهار و نه خزان میماند، ثمر باغی تو نکوست همان میماند. با احترام رهبر تشکیلات جمعیتی آرمان دلها و کل شما کارمندان در تحصیل طبیبان، کارمندان تکنیکی و کارمندان خدمترسانی همچنین شرکت برای نگهداری درجه عالی برای طبابت همین بیمار برادر عزیز ما که به نهایت از طریق همین طبیبان مورد دستگیری بسیار هم بزرگ قرار گرفته
ما بی‌نداری داریم می‌مونیم و برای شام و کلی همین کارمندان این بازار خیلی صحت خانه و موفقیت‌های بلند و همیشه بگذار اون چی در دلشون گرفت آرمان‌های یک هست واقعا برآورده بدید هر گرانی باشد اون سخن به شما همین هر یک کسی که اولا با آرمان دلها که تشکیل کردن همین شهروندانی که مردمی توجیه در مهاجرت در قزاقستان در روسیه از 1 سومونی تا 10,000 سومونی و من کمک رسوندم من از همه ها می‌ندار الها خداوندا همین خیری خمو را خدا به درگاهش قبول و مقبول گردونم روزی که میانه دینن آرزو حواسی بچه هاشون دینن تنی سیحت و خاطری جمع بیری بیغم دوست و خواب دشمن بزار نامرد و محتاج نکند شرمنده روز بازار و قیامت نکند الها پروردگارا عاقبت کار جمیع مومنان را به خیر گردونی ایمان را سلامت دوری برای راست هدایت نمایی از توفیق بر طاعت و پرهیز از معصیت کرامت فرمایید هر مراد مقصدهای نیکی دینی دینی برسونید آمین یا رب العالمین رحمت یا ارحم الراحمین در آخرت ما از همین ارگیزت رو که همین در همین از دکتران اصلی رو از همین آرمان دیرها که خیلی کردن من می‌ندارم